بسم الله الرحمن الرحیم. تهدیدهایی که ترامپ اخیراً به علیه جمهوری اسلامی داره انجام میده مبنی بر اینکه حمله نظامی به ایران حتمی هستش در صورتی که مذاکره انجام نشه، و بعد از اون حرفی که میزنه مبنی بر اینکه اگر مذاکره هم انجام بخواد بشه، بازم در اون شرایط هم بایستی اون 12 شرطی که من قبلا تعیین کردم باید انجام بشه. مثلا موشک‌های ایران از بین بره و تحویل بشه و مسکوت بمونه و بعضی از پناهجویای دیگه که ایران داره. نشون میده که چه در صورت جنگ نظامی و چه در صورت مذاکره در کل ایران بایستی این شروط ترامپ رو قبول کنه. باید ببینیم که ترامپ کی این حرف داره میزنه. موقعی که رهبر ایران در جواب ترامپ میگه که در صورتی ما مذاکره رو قبول میکنیم که هم تحریما هم کل تحریما رفع بشه و همین که موضوعاتی که داره انجام میشه توی یک شاکله و موضوع خاصی انجام بشه، و وزیر خارجه ایران هم میگه که مذاکره زیر سایه تحریم و تهدید امکان نداره و اصلا لازم نیست که انجام بشه. خب اینجا ما یه بحثی رو داریم در مورد اینکه حالا وضعیت چی هست، چرا ترامپ این کار میکنه. ببینید، ترامپ میدونه که نمیتونه به ایران حمله نظامی انجام بده و اگر این کار رو انجام بده ضربه سنگینی خواهد خورد، چه تو منطقه چه توی خود سرزمین آمریکا. کاری که میخواد بکنه این هستش که بیاد طرفداران خودش رو، طرفداران غرب رو در داخل ایران که نوعا توی قالب اصلاح طلبا تعریف میشن، در مقابل نظامیا، حزب اللهیا و نظام جمهوری اسلامی قرار بده و از آشوبی که این وسط اتفاق میفته به نفع خودش استفاده بکنه و اون رو به نفع خودش ثبت و ضبط بکنه. این کار همون چیزی هستش که ما الان پاشنه آشیل اجتماعی و سیاسی ما در داخل جمهوری اسلامی هست، یعنی که وفاق تو کشور از بین بره، دوگانگی انجام بشه. این کاری که نظام 2 سال داره انجام میده تو بحث عفاف و حجاب، ماجرای عفاف و حجاب، که به درگیری کشیده نشه، درگیری خیابانی نشه، دو قطبی نشه داخل جامعه. الان ترامپ میخواد این کار رو از این طریق با این حربه انجام بده و سریع به نتیجه برسه. خب آیا موفق میشه یا نمیشه تا حد زیادی بستگی به تصمیم مردم